چطور امروز برای آموزش زونای پایین داخل تورنمنت ها و اینطور چیزا بتونیم ما رفتیم توی تورنمنت. بعد اینجا یارو تانک گرفتی، من سوار شدم، بعد من رو برده تو خیلی رقیب شدم. بعد اینجا شانس آوردم با تانک نمردم. اینجا بعد دست اون پشت آرمان میریزه. آقا اینجا کلی از اینجا گذشته بود، بعد فقط من و یه نفر دیگه موندیم. اون بالی رو کاور داشت، بعد دیدم پرید پایین زون داشت جمع میشد. این یارو مدیک داشت، باز من چی میکسر برداشته بودم و اینجا من صدای مدیکشو میگم گوش کنید دیدیم. و من اینجا فکر کردم اوکی یکی مدیک بیشتر نداره، دیدم 2 تا داره. اینجا مجبور شدم یکم وایسم، بعد یهو پریدم بالا سرش با تریکسر. بعد این پریدم یه دونه زدم ریجستر نشد. اونجا یارو 2 تا میکس داد. بعد اینجا ناک شد مرد.